سلام، ایلیا هستم و خوش اومدید به یه ویدیوی جدید از مرکز مثبت 18 بانکوک. توی این ویدیو از قصد، چون میدونید من خیلی اینجور جاها نمیرم برای ویدیو گرفتن، از قصد اومدم که مناطق مثبت 18 بانکوک رو بهتون نشون بدم. اگر با بچه دارید این ویدیو رو نگاه میکنید بهتره پاس کنید، بچه رو یه جورایی بگید بره یا بعدا ویدیو رو نگاه بکنید. خانوم هم اگر علاقه ندارید اصلا نگاه نکنید. و توی این ویدیو میخوام این مراکز رو بهتون نشون بدم که بگم که فقط و فقط توی بانکوک این منطقه است که تن فروشی و اینطور چیزا توش دیده میشه و کل بانکوک نیست. خیلی فکر کردم که این کارو بکنم یا نه و دیدم که خوبه که این نشون بدم خودم یه همچین جایی و شما هم بدونید که چجور جاییه. لطفا تا آخر ویدیو رو نگاه کنید. اگر ویدیو رو دوست داشتید لایک، اگرم تازه واردید کانال رو سابسکرایب کنید. برو بریم. خب این منطقه‌ای که من الان توشم منطقه ناناست و کل مراکز سکس و نمیدونم تنفروشی و اینا بین منطقه نانا تا آسوکه، یعنی یه ایستگاه قطاره، یه قطار BTS ترن هوایی هست و کل چیزی که در مورد بانکوک میگن توی اون ویدیوه بود که یارو میگفتش که کل بانکوک همه تنفروشن. من اومدم قصد بگم که آقا یه منطقه کوچیکه و اینجوری نیست که شما تو کل بانکوک ببینید. این منطقه به منطقه عربا هم معروفه. غذاهای خاورمیانه‌ای هم اگر میخواید بخورید اینجا به وفور هست. بریم یه دوری بزنیم. چند تا جای معروف داره اینجا. این خیابون که خیابون ناناه، یه نانا پلازاه، اون برای خیابونه. این خیابون نانا هم شبا میان وا میستن دخترها برای تن فروشی و اینا، ولی باز خیلی نیستن. حالا میریم با هم همه اینا رو میبینیم. بریم اول اینجا دم این گریس هتل رو بهتون نشون بدم. اینجا میبینید تابلوها هم اکثرا عربیه، جا پاتوق عربا. البته ایرانی ها هم اینجا میان، پر رستوران عربیه. رستوران ایرانی اینجا فکر نمی‌کنم داشته باشیم، همه عربی هن. هم میبینید همه همینجوری محجبه های عربی. قلیون و میلیون و هرچی اینجا بخوای اینجا پیدا میشه. این خیابون پر رستوران عربیه، یعنی اگه میخوای اگر بعد غذایید و توی این منطقه سخنبیت هتل گرفتید یا زندگی میکنید، این خیابون همه رستورانای عربی، ایرانی، همه جوره غذا هست. ببینید غذای عربی، پاکستانی، ایرانی، اینا همه غذاهاشون خوبه. غذای کوبیده و حتی غذای ایرانی هم دارن. مثلا علی عراقی قرمه سبزی، مرغ سبزی اینا هم داره. بوی کباب اینجا رو هوا همه جا هست. اینه انگار که مثلا اومدیم مصر. حس مصر رو داره اینجا. جالبه این همه مسلمان اینجاست و مرکز همه با چادر نماز و چیز و فلان اینا. و جالبه مرکز چیزای مثبت 18 بانکوک هم هست. یه هتل این بغله، هتل گریس. خیلی از این هتل خاطره دارن و کسایی که مثلا 15 سال 20 سال گم شدن بیاید توی این هتل بگردید پیداشون میکنید. هتل گریس یکی از معروف ترین و
خاطر انگیزترین هتل‌های بانکوک دیگه. تایلند بازای قدیمی از این هتل کلی خاطرات مشکل دارن. اینجا شبا وا میستن دیگه، دخترها همه مدل وا میستن. یه سری هم که تو این هتل هم میان برمیدارن میبرن باشون یه حالی بکنن. حقیقا اون ور چهارراه یه منطقه هست به نام نانا پلازا که اونجا هم معروفه توی بانکوک، ولی اجازه فیلم برداری نمیدن، نمیذارن با دوربین وارد بشی، ولی همینجوری میرم از جلوش رد میشم که شما بدونید که چجوریه. توی این منطقه هم اگر که دنبال کارهای مثبت 18 انواع اقسام هتل‌ها هست، از شبی $20 هست دیگه به بالا تا شبی $100 $150 و به راحتی میتونید توی این منطقه هتل بگیرید و تمام چیزهای شبگردی هم تو همین دور و اطرافه که مثلا سوی کابوی، نانا پلازا، خود همین خیابون نانا و یه سخنبیت 22 که اونجا مراکز ماساژه، ولی نه ماساژ واقعی، ماساژهای که میری توش انواع و اقسام حرکت‌های سکس رو برات میزنن دیگه، بستگی به اون چیزی که انتخاب میکنی برات انجام میدن که دیگه ته تهش سکس کامله. حالا اگه بشه اون خیابون هم میریم با هم دیگه میبینیم. بریم این نانا پلازا رو ببینم، پیدا میکنم بهتون نشون بدم. خب این خیابون هم دیگه همون خیابون نانا پلازاست، البته خودش نیست خیابونی که منتهی میشه بهش، ولی دیگه همینجوری باره دیگه، بار و کلاب و این چیزاست. یکی هم معروف ترین خیابونای بانکوک همین خیابونه که هرچی بخوای توش پیدا میشه. این همون نانا پلازاست که میگم، ولی نمیذارن توش بری، توش خیلی خفنه، هرچی بخوای توش پیدا میشه و همین نوشته اونجا که نمیشه فیلم برداری کرد، ولی توش برید چیزای عجیب غریب زیادی میبینید. و این خیابون هم اینجوری پر بار و کلاپ دیگه و همینجور تن فروش. من عقص این موقع اومدم که بتونم نشون بدم خیابونو بهتون. شب که میشه دیگه کیفیت ویدیو خوب نیست، چون شارژ دوربینم هم تموم میشه، باید سریع بگیرم که همه جا رو بتونم بهتون نشون بدم. میبینید اینا همه تن فروشن، البته این لیدی بویه. حالا هر چیز به هوا تاریک تر بشه تعداد این تن فروش ها هم بیشتر میشه. شب مثلا از ساعت 7 به بعد بیاد اینجا اصلا صدا به صدا نمیرسه، اصلا نمیشم ویدیو گرفت، اینقدر شلوغ و پر سر صداست. بهترین وقت برای اینکه بشه توضیح داد توی این خیابونو همین موقع است. این رستوران هوترز هم خیلی باحاله. من امروز خواستم تو دفعه تو پاتایا می‌خواستم برم، بسته بود. تمام گارسوناش چیزن، مدلن. ببین تمام گارسوناش اینجوری مدلن. رستوران جالبیه. حالا یه روز میام بهتون نشون میدم. این هم لیدی بویه. اوکی. دیگه حالا خوبه لیدی بوی انقدر ناز میکنه. میدونی دوربین اینجاها رو دوست ندارن دیگه، نمیخوان معلوم بشم. یه جورایی هم خطریه، یا دیدی بهت گیر دادن گرفتم بردنت. خیلی شلوغه.
اومدم دوباره توی خیابون سخنبید. این خیابون سخنبید از ایستگاه نانا تا ایستگاه آسوک، تو همه این کوچه پس کوچه هاشو اگر نگاه بکنید مراکز ماساژ، البته نه ماساژهای واقعی، ماساژهایی که تقریبا همون چیز سکس رو ارائه میدن. اتاقای کوچیک کوچیک دارن، توشون میتونن دیگه بستگی با اون پکیجی که انتخاب میکنید میتونید سرویس بگیرید دیگه. از 1000 بات هم از تقریبا $30 شروع میشه داره تا 60-70 $، بستگی به اون تایمی که انتخاب میکنید. و مرکزش کلا همینجاست دیگه. اسم ایستگاه BTSش هم میخواید بدونید اینه، نانا. خب یه خورده اومدم جلوتر، یکی دیگه خیابونای معروف بانکوک که گفتم ماساژهای خاصن، این خیابون سوکومویت 22 که هم توش بار و کلاب داره، هم کلی مغازه‌های کوچیک کوچیک که بالاهاشون اتاق دارن، میتونید میبرن اونجا برای همین ماساژ و اینا. بریم ببینیم میشه فیلم گرفت. اینجا هم باز همونجوری تن فروش میاد وامیسته و همین که اکثر این ماساژی هایی که توی این خیابون میبینید انواع اقسام سکس رو ارائه میدن. این دخترها رو میبینید اینجا نشستن، میبرندتون تو، یه منو دستشونه. منو رو ببینید، منو رو بهت میگه خب چی میخوای، هر چیزی رو انتخاب کنی بالای همینجا اتاق دارن، میبرنتون تو اون اتاق و حالا هر تایمی که انتخاب کرده باشید کارتون رو انجام میدن. هر مغازه ماساژی که اینجا میبینید دقیقاً داره همون کار رو میکنه. البته اینا که رستورانه. اگه دنبال ماساژ واقعی بودید توی این خیابون سخنبید 22 دنبالش نگردید. تو اینا هیچ کدوم ماساژور نیستن، همه همون به خاطر سکس مشتری میخوان. اینا ببینی همه اینجا نشستن، همشون همینجوری هم. این روشون رو میگیرن به خاطر اینکه اولیکا ببینی این خیابون هم پر از این مغازه هایی که اینا همه تنفروشن ها، همه مغازه های تنفروشیه. نه هم که اینجا میبینی همه همین کارو میکنن. همه این مغازه ها همینجوری هم. وارد هر کدومشون بشی 200 تا دختر توشونه که کارتون رو انجام میدن. اینجا بچه من الان جونم رو گذاشتم کف دستم، دارم ویدیو میگیرم براتون. یه هایی دیدی یکی گیر داد خشتکم کشید سرم. واقعا خطرناکه اینطور جا اومدن واسه ویدیو، ولی دوست داشتم که به شما نشون بدم. شاید هم دیگه هیچ وقت نیام این کار رو بکنم. اینایی که پشت من میبینید همه این کاره هم. این خیابون کلن پر از این ماساژاییه که همینجوری کارهای خدمات سکس و تنفروشی و از این طور کارا میکنن. پشت من نگاه کنید همشون الان این کارا. میترسم من دوربین رو برگردونم، هم باره. خیلی خسته شدم. یه جا دیگه مونده اگه جونم جواب بده. سوی کابوی بانکوکه.
اونم یه ذره جلوتره. بریم اون سوی کاوایی هم بهتون نشون بدم. یه خیابون دیگه از کاسن روده که توی این خیابونه سخنوید نیست، یه جایی دورتر از اینجاست، ولی اونجا خیلی برای سکس و اینا نیست، حتی برای خانواده هم مناسبه، بیشتر بزن برقص و اینا. واسه تنفروشی نه اونجا کسی نیست. تنفروشی بیشتر همین یه ایستگاه بین آسوک و ناناه، کلش هم همینیه که دیدید. حالا شاید یه ساعت دیگه کمی شد دختر بشه، دختراش بیشتر بشن، ولی در کل همینیه که من به شما نشون دادم. حالا یه سوی کابوی مونده، اونم بیشتر بار و کلاپه. حالا بریم اونجا رو بهتون نشون میدم و ویدیو رو ببندیمش. اینجا هم یکی از بزرگترین مراکز فروش ماریجوانا توی بانکوکه. اونجا یه بار قبلا توش رفته بودم. این هم یه مرکز خرید جدید باز شده توی بانکوک، خیلی خوشگله. حالا بعداً اگه چیز شد میام اینجا رو بهتون نشون میدم. دیگه خیلی خسته شدم. بریم فعلا سمت همون سوی کابوی. خب یه جای دیگه مونده بود که گفتم سوی کابویه، که دقیقاً روبروی این مرکز خرید ترمینال 21 که اسمش هم سوی کابویه. ببینید همینجوری که راه میرید، یه بار من توی یه ویدیویی گفتم هیچی نیست، یعنی همه آدمای معمولی و ماشین معمولی، فقط یه کوچه هست که این کار توش انجام میشه، اونم بیشترش بار و کلاپه و توشون هم هستن دخترایی که تنفروشی هم میکنن. تا اینجا میبینید همه چی عادیه. اینجا ایستگاه مترو، نه هم آدم های معمولی هن. این بغل یه دونه کوچه است که اسمش سوی کابویه. این هم یکی از معروف ترین کوچه های بانکوکه. این هم که بچه مدرسه ای و این هم سوی کابوی. یه همچین کوچه ای هم توی پاتایا ما داریم که اینه. این کوچه هم همون جوری پر بار و کلاپ و دیسکوه، پر از این پیرمردا، ولی خیلی کوچه جذاب و باحالیه. اینجا هم همین تو همین کوچه هم میتونید هتل بگیرید، هتل‌های کوچیک کوچیک هست، میتونید بگیرید تو همین کوچه بمونید اگر که همچین جوی رو دوست دارید. اینجا معروف ترین کوچه بانکوک که بعد کاسن رود. کاسن رود البته خیلی کاسن رود برای سکس و اینا نیست، ولی اینجا هم خیلی نیست، فقط اسمش بدتر رفته، بیشتر برای بار و کلاپ و ایناست. آخر هفته ها خیلی شلوغ داره، الان امروز دوشنبه است، خیلی شلوغ نیست. ببینید این هم از سوی کابوی. اینا این دخترایی که اینجا نشستن و میتونی بری باشون صحبت بکنی، برداری ببرشون هتل. حالا یه مبلغی هم حالا مثلا $60 $70 دیگه بستگی به تیپ و قیافشون میگیرن. خیلی کار پیچیده‌ای نیست. حالا یه درصدی از چیزی که در میارن و میدن به صاحب این بار و کلا.
خب بچه ها ممنون که ویدیو رو نگاه کردید. لطفا اگر ویدیو رو دوست داشتید حتما لایک بکنید. اگر بار اول وارد کانال من شدید کانال رو سابسکرایب بکنید، با دوستان خودتونم به اشتراک بذارید. هدفم هم از نشون دادن این مناطق این بود که بگم که آقا همه جا نیست، فقط یه جاهای خاصه، همین یه کوچه است، همین یه منطقه است. این نیستش که تو کل تایلند باشه. تازه همین منطقه هم که دیدید خیلی چیز عجیب غریبی نبود. و یه ویدیوی دیگه خدافظ.